ولادیمینچنکو پیش از جنگ نقاشی و خالکوبی میکرد. بعد ورود روس‌ها به شهر بوچا به جمع‌آوری جسدها، اثر راه و حوالی‌ها و دفن آنها مشغول شد. شاید 100 جسد و یا بیشتر جمع آورده باشم. من برای تصویر روزهای اول کلمه پیدا کردن نمیتوانم. نقاش 44 ساله اوکراینی وقتی حضور سربازان روسیه در شهر بوچا هم جسد جمع کرد. میگوید از او میخواستند جسدها را از محله ها بردارد. با ما گفتند آنجا روید. 15 نفر خوابیدند. گروه دیگرشان ما را نگه داشته گفتند که نزد دیوار روید. ما گفتیم چرا نزد دیوار رویم؟ میخواهید بکشید همینجا تیر زنید. ما نزد دیوار نمیخوابیم. بعد ترک بوچا کردن نیروهای روسیه در اول ماه اپریل، خویشاوندان کشته شدگان اختیاریان مثل ولاد را به خانه‌هایشان می‌خواندند تا آمده جسدهای زیر خاک را از صحن حولی بردارند و آرامگاه برند. آدمان در راه و یا با دوچرخه می‌رفتند که سنایپرها به سرشان زدند. بود که در حولی‌ها 6-7 نفر را با دست و چشمانی بسته از سرشان تیر زده بودند. با تکیه به این تصویرها و صحنه‌ها، اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به جنایت‌های جنگی متهم کردند. روسیه گفت ادعاها اساس ندارد و جسدهای دست بسته و روی راه صحنه‌سازی شدند. اما آنچه که ولادیمینچنکو دیده است در دستانش هویداست. صبحگاهان دستانم میلرزند. وقتی بیدار میشوم شماره تلفن را گرفتن نمیتوانم. پیامک نوشتن نمیتوانم. بعد در دوام روز میگذرد. امیدوارم درست میشود زیرا با دستان لرزان نقاشی و یا خالکوبی امکان ندارد. دقیق نیست تا حال در شهر بوچا چند نفر کشته شدند، اما مقامات اوکراین از تلفات بیشتر از 400 نفر خبر دادند.